مکان نگهداری مولوی عبدالله یزغلامی عبدالله قوتبکوف و برادرش عزت الله قوتبکوف که روز 18 میون بازداشت شده بودند برای پیوندانش معلوم شده است. مقامات تفتیشاتی به پیوندانش گفتند که آنها در بینای شعبه کارهای داخلی ناحیه اسماعیل سامانی نگهداری می شوند و نسبتشان تفتیش پیشکی آغاز شده است. در شعبه کارهای داخلی ناحیه سامانی این خبر را تصدیق یا رد نکردند و شرح ندادند که آنها با چه جرم بازداشت شدند. پیشتر نزدیکان مولوی عبدالله یزغلامی گفته بودند که صبح 18 میون گروه 8 نفره کارمندان مقامات انتظامی منزل زیستی مولوی عبدالله یزغلامی را جستجو کردند و او را با برادرش بازداشت کردند. از منزل او چند کتاب مذهبی و 80,000 دلار پیدا شده است که مقامات آنها را مصادره کردند. این مبلغی بوده است که به گفته نزدیکانش او برای خرید حولی برای فرزندش جمع کرده بوده است. قوتبکوف برادر مولوی عبدالله در صحبت با رادیو آزادی گفت مفتشان با او و دیگر پیوندانش سوالهای زیاد دادند و زبان خط گرفتند. او افزود دو نفر مفتشانی که آنها را بازپرسی کردند روزی 18 میون آمده خانه را کافته بودند و کتابهای دینی را یکجا با 80,000 دلار بردند. بازداشت مولوی عبدالله یزغلامی در حال صورت گرفته است که نوارهای زیادی او با موعظه های پرشور دینی و دعوت‌های وحدت دینی و ملی در شبکه‌های اجتماعی پخش شدند. منبع‌های دیگر میگویند این روحانی بیشتر با طبابت بیماران روحی و دعاخوانی مشغول بوده است.